روزی قیامت می شود الله ذوالجلال سفارش میتید همین مالی که گوسفنده که تو قربانی کردی او سر پوچش برای تو در کار نبود پرتوفتی شاید یا کسی دیگه دادی شکمپش در کار یا کسی دیگه دادی پوستش هم بخیر نه که خداوند در روز قیامت میگفته همه جسد مال قربانی بنده مرا بیارین شاخهاش بیارین سر و پوچش بیارین شکم رو داداش بیارین تمامی چیزی که در بدن این مال بود بیارین بالای پهلوی ترازوش بمانین چقدر وزن دارد و مثل همه حسنه در نامه اعمالش ثوابش بدین قلب تونایی بنده بستگی این طرفش در دلار تونایی وقتی که بریدین یعنی جوانمردی کردین که من برای $100 $1000 گذاشتم ای پروردگار تو که رضاگی تو را به دست بیارم اینا جوانمردی میگه که برای خدا شده اون خدایی که وجودی ما حیات ما زندگی ما سلامتی ما همه ما از اون الله در اختیار پروردگاره اگه بچکوی زمانوی ولی ما شما رو به اصطلاحات شریعت بگم قانون میفهمی همین کاندیشنر روی شما تلویزیونتون دیستانسیون پرابلمی داره در تگمچی سرخ داره یا تا ساوز داره ساوز داره با پاوز داره پاوزش میگه بیست میتا خدا هم خیلی دیستانسیون حیات ما در دست الله میگه کم میری $1,000,000 داره گاب زدن نمیتونی خوردن نمیتونی هیچ کار کردن نمیتونی تمام پروفسورهای دنیا رو میاره هیچ کار کردن نمیشه سالش خودی در کار شو سروازیر اسرائیل 6 سال جا در کام رفت تمام دنیا رو ببینید میگیرن در ذهن نظراتشون میلیارد دارن کو بیان گاب زنا مردن در روزی شنده که همین 6 سال پس به خدا جون شگیری او کنابکی سر خمیجی که حیات ایبای میروا نمیتونیم میگه این میلیون بگه حضرت عزرائیل خیر روزه که دیگه زندگی کنم میگه نه وقت ما شو اذا جاء اجلهم فلا یستغفرون ساعه ولا یستغفرون در تمام دنیا مسلمانان رو این روز مبارک گردوند اما عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها در روایت امام ترمذی میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت معامل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی الله من احراق الدم در روز عید قربان نه که فردا هیچ عملی فرزند آدم محبوب تر در نزد خدا ای ریزاندن خون مال قربانیش نیست یعنی میخوای که فقط یک کاری کنی خدا تو رو دوست دارد یا عملی کنی که عمل پروردگار دوست بداره قبول کند این قربانی تو برادر عزیز ای بس ای مادر من لوچ آمدیم پول نداشتیم این روز خداوند $1,000 من داده 10,000 20,000 $100,000 داری حضرت ابراهیم در 100 سالگیش یک اسماعیل داد در 7 سالگیش امتحانش کرد در یک روایت در 13 سالگیش هر سالی که باشد یک فرزند دارد در خواب دید آمد بچه‌ش گفت که یا بنیا اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچه جان من این من خواب دیدم که تو را قربانی میکنم که گاو زنه مسئله را خود چی بگی حضرت اسماعیل چی گفت کودک جوانه گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین پدر جان عزیزی من ای من چی بپرسی وقتی فرمان خدا باشد تو این کار تا انجام ته با میبینیم که من چقدر صابرم چقدر بنده صبر کننده ام خب خلاصه وقتی این منظره خیلی منظره پر دهشت است با جمرات نزدیک شدن که حاجیان میرن سنگ میزنن فلسفه سنگ زنی او سنگ نیست او شیطان خط سنگ میزنی این کار است که اسماعیل علیه السلام به مشورت پدرش کرده جوان مسافد به شیطان به صورت مسافد اومد خیلی وسوسش کرد این خیلی پدرای بی رحمت رو کشتنی بوده است چی مرا کشتنی بوده ما دوست از زیارت رفتیم نه با ارغمچین کورچه برایش پیش دوست میگه گوسفند میبریم میکشیم پیش دوست برای دوست نه گفت این طرح کشتنی بوده است گفت در 100 سالگیش این مرا گفته این برای ما پیشش میره چه مرا میکشه گفت کی خودش میکنه گفت خداش فرمان گفت وقتی خدای پدر من گفت فرمان داده 100 جان اسماعیل فرمان خدا ده اطاعت میکنه یک جان 100 جان اسماعیل فدای فرمان پروردگار من بود بسم الله الله اکبر شیطان زد خب خلاصه اومد میگه مفسرین کرام که در آسمان چی ملائکه بود با تضرع خستن پیش پروردگار یا الله این چی امتحان بزرگه ای بندت قبول کن همین اسماعیل از زیر این تیغی برون نجات بوده ای پروردگارو چی حیوان و خزنده است در ممو بگیم که دشت بیابان مینا همه اینها با پروردگار دعا کردن که خدایا
اسماعیل از زیر این خنجر تیز نجات بده. میگه حضرت آورد خواب کرد و اسلم و تله للجبین. تصور کنیم برادرای عزیز، ما و شما بعضی از دوستای عزیز $1,000,000 دارن، دلشون نمیشه که یک گاوی $1000 بخرن. تصور کنید که فرزند جان جگر خیلی خوب کرده. بعد دست ارغنچیم خیلی دست پاشو بسته، چه خیلی که مولا رو میبندیم پاشو نمیگیره. بعد اسماعیل میگه میتونی که بابا جان همه بندو تکشو بخور. چرا بچم؟ او خیلی بندو رو میبندی، ملائکه ما رو مسخره میکنن. این خیلی خلیل خدا، این بچه شایو با پیش پروردگار پوچک بزن در وقتی جان دادن. نه که گفت نه که یک خواهش دارم، همین روی مرا در درین خاک با من گفت که روی مرا نبینی و فرزندت میشم، یا که همین شیرینی روی من در قلب تو جای نتیه که دیگه فرمان خدا رو اطاعت نکنی. میگه حضرت سرش همین خیلی ماند و خاک آلوده کرد، گفت بسم الله الله اکبر، بسم الله الله نمیبرد. بسیار در غضب اومد، میگه سنگ زد، سنگ دو بولاک شد. کرد به زبان فصیح به ابراهیم خلیل گپ زد، گفت چی قدر گفت نسبتی من جبر و ستم میکنی ای ابراهیم؟ بگو اخی من فرمان خدا رو اجرا کردی، تو چی بگو اینا سنگ دو بولاک کردی، این گلوه فرزندی من به مثل پوستی پیاز نمیبوریشن. گفت ابراهیم برای چی بچه تو آوردی در میگه خوابانده؟ گفت فرمان الله من است. گفت انا من اللهی که تو رو فرمان داد فرزند تو بیا قربانی کن، هر باری که کرد میبوری تو یک بار میگی ببور، الله من میگه 1000 بار که نمیبوری. و چخیر من فرمان خدا را اطاعت نمیکنم، فرمان تو را اطاعت میکنم. این سپارش خدایی که من نمیتونم میرم بریدم. و میگه که صدای تکبیر شد، الله اکبر الله اکبر. میگه حضرت نگاه کرد که جبرائیل همین نقش خور آورده میتر فراوان. حضرت ابراهیم دید گفت که لا اله الا الله. حضرت اسماعیل دید خرسه والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تکبیر تشریق دوستای عزیز از همین روز نماز بامداد تکبیر تشریق شروع شده. هر کسی در خانهش نماز میخونه، همین سلام که داد همین یک بار میگه والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این تکبیر تشریقی که وقتی ما و شما گفتیم، شما تصور کنید چی اجر و ثواب میگیریم. با حضرت جبرائیل گفته، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل گفته چه سنت های از این نفر. وقتی شما نگیرید من اجازت میتی نشون سپاهان خدا باید جنازه برم. خلاصه کلام یعنی سنت قربانی کردن همه جای. وقتی که جابر ابن عبدالله میگه فاطمه دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رضی الله تعالی عنها روایت میکنه قربانی پیغمبر خدا را، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میومد تو تا قشقار قربانی میکرد. قشقارا میگه فربه بودن، قشقارا شاخدار بودن، قشقارا حتی اخته کردگی بودن، میگه موضوعی اخته کرده شده. وقتی میوار میگه تاش خوب میخواباندو میگه این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. میگفت که پروردگارا چی نماز و دعا و درود میکنم و چی قربانی های میکنم و حیات و زندگی مرگ من همش برای تو پروردگار عالم است. یعنی زندگی من همش برای تو خداوند میگفت. و قربانیش خوب میکردن میگفته که اللهم منک و عنک ولک. خدایا این مال از جانب تو و همه که مرا دادی بابا برای تو ذبحش میکنم. عن محمد و اهله، از نام محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان محمد علیه السلام. میگفته بسم الله الله اکبر میکشته. بعد دویمش می آوردن، دویمش از نام امتاش میکشته. ماشاءالله نام امتاش میگفته خدایا از نام همه امتایم که ندارن آرزو دارن که این قربانی را کنن. کنه همون جوان مرد امروز یک گوسفندی نغز برو بگه این گوسفند شیخ خدا می گوسفند نام محمد صلی الله علیه و سلم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه من رسول خدا نصیحت کردن که علی تا وقت زندگی که قربانی میکنی برای فراموش نکن. یک مولای جانبی من کنه که همیشه به کم بغلا بود. حضرت تا وقت مرگش همین کارو میکردن. امروز برای یک خرسان شیدنی 4 همسیش مون و هم خدمت مون در کوشو بخم میکشیم. نه که امید داریم دعوا داریم که روز قیامت پیغمبر شفاعت مون میکنه، یا بریاد بکنیم که باش پیغمبر اینو امتش میکرده خیر روز خدا مرا $1000 داده نمیشه که این یک تاکش اینو رسول خدا بکشیم با کم بغل های امت پیغمبر تقسیم کنیم که روز قیامت الحمدلله
رسول خدا صلی الله علیه و ما رو شما رو بشناسه که همه خیلی جوانمرد بدین شما که برای من شده همین کارو کردید برای رضاگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. مگه بهترین عمل فرزند آدم در روز عید قربان ریزاندن خون مال قربانی شد. حتی فرزندا رو در وقت قربانی کردن آوردن در کاره چخیلی که خود حضرت پیغمبر خدا فرزنداشونو می آوردن و فاطمه پرسیدن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما ذیل اضاحیه، یک پیغمبر خدا گفتن پدرشان این خیلی اوزیهایی که قربانی ها میکنی چی معنا داره، برای چی کار دیسی میکنه؟ و هذا سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدرتون ابراهیم ای گفت. و گفتن فمالنا فیها، های حضرت ابراهیم کرده و برای ما چی میشه؟ و پیغمبر صلی الله علیه و آله فبکل شعرة حسنه، هر یک گفتن مویی که در بدن این مال قربانیه خدا حساب کرده در شما یه حسنه میتیه. شما تصور کنید که بالای این گاو و این مثلا گوسفند و این بزهایی که قربانی میشه و چقدر موه، هر موی و یه حسنه دارد. و پرسیدن که آیا هر کیلو پشم بدنشم دارد همین حسنه را؟ گفت که هر یک کیلو پشمی که در بدن این مال قربانیه یه حسنه در نامه اعمال شما نوشته میشه. چه اجر و ثواب هایی داره. این جان فدایی خدا رحمت کنه امام غزالی رو میگه که وقتی شما مالو میمونه قربانی میکنیم مراد کشتن مال نیست، مراد همیه که یا بند در قلبتون آید، بند بستگی این طرفش در دلارتون آید. وقتی که بریدین یعنی جوان مردی کردین که ما باری $100 $1000 گذاشتم می پروردگار تو که رضاگی تر به دست بیارم. اینا جوان مردی میگه که برای خدا شده، اون خدایی که وجودی ما، حیاتی ما، زندگی ما، سلامتی ما همه ما از اون الله در اختیار پروردگاره. اگر بچکوی زمانویین ولی ما شما رو به اصطلاحات شریعت بگم قانون میفهمی. همین کاندیشنر روی شما تلویزیونتون دیستانسیون پرابلمی داره در تگمچی سرخ داره یا تا ساوز داره، ساوز داره با پاوز داره، پاوزش میگه که بیست میتا. خدا هم خیلی دیستانسیون حیاتی ما در دست الله میگه که کم مده میری. $1,000,000 داره گاب زدن نمیتونی، خوردن نمیتونی، هیچ کار کردن نمیتونی. تمامی پروفسورهای دنیا رو میاری هیچ کار کردن نمیشه. سالش خودی در کار شو. سروازیر اسرائیل 6 سال زیاد در کام رفت. تمام دنیا رو ببینید میگیرن در زیر نظارتشون میلیارد دارن کو بیان گاب زنا مردان در روزی شنده که همین 6 سال پس به خدا جون شدی. او کنابکی سر خمیجی که حیات ایبای میره نمیتونیم میگه این میلیون بگی عادت عزرائیل خیلی روزه که دیگه زندگی کنم. میگه نه وقت ما شو اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. مال و ثروت خدا داده چرا برو یک سال یا بار برو بهترین مال رو بخر، بهترین مالشا. من تعجب میکنم بهترین لباس بپوشی، بهترین عطر بزنی، بهترین خونه زندگی میکنی، بهترین ماشین. چرا در مسلمانیتون بهترین کارو نمیکنین؟ بهترین مال قربانی رو نمیبرین که قربانی کنین. فإنها تأتي لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها. پیغمبر خدا گفت روزی قیامت میشود الله ذوالجلال سفارش میتید همین مالی که گوسفند که تو قربانی کردی او سر پوچش برای تو در کار نبود پرتوفتی شاید یا کسی دیگه دادی، شکمپش در کار یا کسی دیگه دادی، پوستش هم بخیر. نه که خداوند در روز قیامت میگفته همه جسد مال قربانی بنده مرا بیارین، شاخهاش بیارین، سر و پوچش بیارین، شکم رو داداش بیارین، تمامی چیزی که در بدن این مال بود بیارین بالای پهلوی ترازوش بمانین چقدر وزن دارد و مثل همه حسنه در نامه اعمالش ثوابش بدین. و این الدم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض. وقتی خون در زمین نو قطره خون میگه بریزم که پیش علی در پیش خدا میریخته. الله یعنی راضی میشه در عمل ما، همه گناههای ما و شما رو میگذاره. فطیبوا بها نفسا. پس پیغمبر خدا گفت وقتی قربانی کردی ببینی خرسند شو، خوشحال شو. این نگویی ما $1000 خریدم $300 دم میشیده یه $700 دیگه شمی مزخرف نکه. گفت خرسند شو، خوشحال شو که خداوند تو کار کرده. ببین همون زمان قابیل و حابیل قربانی کردن، همین قابیل میگن در یک روایت یک مال خود مرده آورده، خدا قبولش نکنه که حابیل که مال فربه آورد همون خداوند قبول کرد. بعضی روایت‌ها ده همین گوسفندی که جنت در نواحی جنت بگشت جبرائیل آورد به همین ابراهیم داد. بعضی از روایت‌ها میگن همون گوسفند قبول شده قربانی حابیل است آوردن در مثلا فدیه خون حضرت اسماعیل دادنش.
هر جایی که باشه نباشه، نه که جوانمرد شه. خدا با بنده‌های جوانمرد دوست می‌دارد. رسول خدا در حدیث مسلم قسم به نام پروردگار خدا که ما نقص صدقه من مال، والله قسم ای بای صدقه مال تو را کم نمی‌کند، صدقه مال تو را زیاد می‌کند. صدقه رد بلاهای، صدقه مثلا غضب خدا را خاموش می‌کند، بلاهای آسمان میاد نیست. حسن بصری رحمت الله علیه میگه وقتی تو دعا رو میگیری فراموش نکن دعا چیزی عادی نیست. این دعا وقتی قبول میشه با آسمان میرود. ای آسمان بنا تو بلا آمده است، همه دعا در آسمان بلا رو نیست میکنه که این بلاها به سر شما نمیاد. همه وقت از پدر و مادر خصوصا از والدین تو، اگر پدر و مادر نباشد از عمه و از خاله و از تقوی از عمکیاتون، از اپا و خواهراتون، از همه فرزندای پدرتون دائم احوالشون پرسیده بیستید، دعاشون رو بگیرین، خدا دادایتون یاردمشون کنه، کمکشون کنه. این برادر عزیز مال الله های، خدا میتونه بو بگیره کسی دیگه ده بتیشه، خدا میتونه کسی دیگه ده بتیشه. ما دیدیم بسیار نفرایی که سالهای بود میلیونر بودن، نه که بیچاره هیچ ندارن، انا همه چی برای ما بزنه شاید ای ما رو روزه بگیره کسی دیگه ده بتیشه، نه که خوش و به حال آن جوانمرد که در وقت مالداری به مالش در راه خدا خدمت کرد. چند خیش تبار کمبغل و فقیر و مسکین شه، همسایه هاش هر کسی بود یه جور آباد کرد، راه ساخت، آب آورد، خلاصه جمعیت فایده آورد به پول مال سر بتش. انسان بهترین انسان میشه. یعنی فردا برادرای گرامی روزی جوانمردی ما و شما 3 روز کشتن مال قربانی درسته، ولی بعضی شاید نگرفته باشن، پول دارن، مال دارن، نو فهمیده برو بخرن. 3 روز میتونیم شما قربانی تو نکردن گیر. ای فردا سر میشود ابتداش بعد برآمدن آفتاب، مثلا 3 روز دیگه تا غروب آفتاب شما میتونید قربانی کنید. فقط در مالهای قربانی رو انتخاب کردن گرفتن نگاه کنید که علت عیب نداشته باشه، سالم و تندرست باشه. ببینید همین خیلی که میریم ماشین میخریم تمام جاش نگاه میکنیم که عقل موندا میگیره استو میبریم خطیبون همین خلاص نه. برای خاطر باید در مالهای قربانی هم همون مالی رو بگیریم که مالی سالم باشد، تندرست باشد، مالی فربه باشد، عیب نداشته باشد، شاخش شکستگی نباشد، گوشو همه بریدگی نباشد، دمهاش بریدگی نباشد، خراب و لاغر نباشد که بهشون تو همون قربانگاه و بعضو بیارش. خودش دویده بیاید که فردای قیامت بر روایت هم هست که وضعیهاتون قربانیاتون بردم فربه کنه که روز قیامت همه شما رو برداشته پلیسی رو میگذارونه 570 نمیگذارونه و میگذارونه. خداوند نصیب کنه همه ما شما را این جوانمردی که حضرت ابراهیم و اسماعیل کردن رو همه ما نصیب کنه. پدر مادر همین فرهاد جان نوشته بیاردن قبرش پرنور شود، روحش شاد شود. این چه احسان کرده همش خدا در جای